بستن میلنگ موتور ولوو پنتا 1241. مرحله اول 150 نیوتن صفر میشه پیچا و بعد مرحله دوم 120 درجه صفر میشن. الان مرحله اولش هستش که تورک متر روی 50 نیوتن تنظیم شده. مرحله دوم داره انجام میشه، مارک خورده تا 120 درجه صفر بشه. این خطی که مارک خورده باید وایسته جلوی 120. اوکیه. 120. بقیه پیچ هم به همین صورت مطابق با دستور عمل سازنده مرحله 1 و 2 150 نیوتن و 120 درجه مثبت منفی 5 درجه هم تولرانسش هستش داره انجام میشه.